суд дӯстони азиз, пешниҳоди шумост барномаи навбатии ахбори радиои Тоҷикистон. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дирӯз бо вазири корҳои хориҷии Шоҳигарии Арабистони Саудӣ Шоҳзода Файсал ибни Фарҳон Оли Сауд, ки ба Душанбе сафар кардааст, дидору мулоқот кард. Иттилоъ додааст хадамоти матбуоти президенти кишвар. طبق اطلاع منبع در این ملاقات مجموعه وسیع مسائل همکاری تاجیکستان و شاهیگری عربستان سعودی بررسی گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در این دیدار ابراز داشته است که تاجیکستان با گسترش و تحکیم مناسبت‌های دوستانه و همکاری سودمند دو دولت توجه دائمی ظاهر می‌نماید. طرف‌ها با مسئله تطبیق بی‌نظیر استراتژی ملی تاجیکستان و عربستان سعودی توجه ظاهر کردند. تاکید شده است که ضمن بررسی مسائل مبرم جامعه جهانی وضع سیاسی کشوری با تاجیکستان همسایه افغانستان، تقویت همکاری در ساحه‌های تامین امنیت، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایت‌های متشکل فرامیلی بررسی گردید. سران نهادهای حالتهای فوق‌العاده کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه کاهش خطر آفتهای طبیعی و تحکیم استواری منطقوی را علیه حوادث طبیعی بررسی خواهند کرد. بر اساس اطلاع رسمی ملاقات روز 6 اکتبر با حضور نمایندگان از قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و سازمان و تشکیلات‌های منطقوی و جهانی دایر می‌شوند. در دایره این همایش میزهای گرد و نشست‌ها نیز دایر گردیده دورنمای اداره‌کنی خطر آفت‌های طبیعی و مبلغ‌گذاری در آسیای مرکزی بحث می‌شود. قاعده‌های حمل و نقل بار میان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان تغییر یافتند. به اطلاع وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان طبق برنامه پرزیدنت ترکمنستان درباره رشد دیپلماتیای نقلیاتی برای سالهای 2022-2025 مبلغ پرداخت هنگام سفر و ترانزیت از گذرگاه مرزی تغییر خواهد یافت. درباره حجم نرخ نو معلومات داده نشده است. طبق اطلاع این وزارت تغییرات مذکور به مالرسان و انتقال دهندگان وطنی و خارجی که توسط گذرگاه‌های سرحدی ترکمنستان حمل و نقل بار را عملی می‌کنند ربط دارند. وزارت نقلیات قید کرده است که تغییر و علاوه‌ها به طرف‌ها از 1 اکتبر سال 2022 اعتبار پیدا نمودند. در شهر دوشنبه کارخانه نوی استحصال لباس مکتبی به کار درآمد. اطلاع می‌دهد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی. به اطلاع منبع کارخانه دوزندگی استحصالی لاله اولین کارگاه دوزندگی در حدود ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه محسوب می‌شود که به استحصال لباس مکتبی مشغول می‌باشد. کارخانه بچگان را با سر و لباس مکتبی رنگ و اسلوب گوناگون شاد می‌گرداند. در اینجا 30 نفر به کار جلب شدند که قریب همه آنها زنان خانه‌نشین می‌باشند. تعداد قربانیان ترکش روز 30 سپتامبر در یک مرکز تعلیمی در غرب کابل به 43 نفر رسید و 83 نفر دیگر زخمی شدند. چون این معلومات را تاس با استناد به میسیه سازمان ملل متحد آید به کمک به افغانستان آورده است. در صحیفه نمایندگی در توییتر گفته می شود که در میان قربانیان اساساً دختران و زنان جوان هستند. احتمال زیاد شدن شماره قربانیان وجود دارند. گروه ها دایر به حقوق انسانی میسیه سازمان ملل متحد آید به کمک به افغانستان جریان سنجشی را ادامه می دهند. آمده است در خبر. قبلا در این باره کشته شدن 35 نفر و زخمی شدن 82 نفر در ترکش خبر داده شده بود. در سومالی در نتیجه حمله هوایی ایالات متحده آمریکا یکی از راهبران گروه تروریستی اسلامی الشباب کشته شد. اطلاع داده از خبرگزاری ریترز. ارتش آمریکا عبدالله نادر یکی از راهبران سازمان الشباب تشکیلاتی که فعالیتش در جمهوری تاجیکستان ممنوع است را از بین بردند. گفته می شود که این گروه با القاعده تشکیلاتی که فعالیتش در جمهوری تاجیکستان ممنوع است ارتباط دارد. به اطلاع منبع حمله هوایی در نزدیکی جالب در 370 کیلومتری جنوب و غربی پایتخت مگادیشو روز 1 اکتبر صورت گرفته است. قبلا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن فرمانی را امضا کرد که در آن به پنتاگون اجازه داده شد یک کنتینگنت نظامی نیروهای عملیات مخصوص به سومالی برای مبارزه با اعضای الشباب فرستاده شود.
бинандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. То нашрҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.